алейкум дӯстони азиз. Арзу шикоятҳои ман ба мақомотҳои дахлдор илтимос мекунам ба ман ёрдам кунед. Ман соли 2022 аз ширкати сохтмонии Ҷамол Басир хона харидорӣ кардам аз маркази шаҳри Душанбе. Ина таи 4 сол мешавад ки барои ман на хонама метиҳанд, на пули хонара метиҳанд ки ман равам а ягон ҷо дига хона харидорӣ кунам. Ман солҳои аввал хеле даводав кардам, рафтам омадам, рости гап монда шидам. Ҳозир боша дом печат задага мерам, не соҳиби дома меёвам, не ягон коргарша меёвам, не бухгалтерша меёвам. Шартномаи оригинал дар дасти ман най. Тамоми квитансияе ки ман пул равон кардагим, пул додагим ҳамаш ҳастай. лекин мутаассифона пули як квартираи дига, суми як хонаи дигар дар иҷора шитестем. Морам зурмон омада. Пул кор кардан осон нест дар ин замона. мутаассифона дуюм хонае ки дар нами 3-4 соли охир ман мегирам, ҳар душ на пула метиҳанд, на хонара метиҳанд, осон нест. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ман да ёрдам кунед. ман ба куҷо арз кунам, ман ба куҷо шикоят кунам, кадом мақомот ҳамин корро пеш мебарад. кори ва фирмаи Ҷамол Басир раиси домсозуш пештара вай буд, раиси гостиницаи Душанбе буд. мо номшон Саид буд, ман намедонам, моро ҳам хеле гуфтагиан. илтимос мекунам, ҳози ҳамин ака дар куҷоян, и дом дар куҷоҳай, ки гирифтагиаи дома, ки мо ай куҷо пулмона мегирем, мо ай куҷо хонамона мегирем, ягон дарак надорам. илтимос мекунам ҳамин ман дар касе медона дар бораи ҳамин ягон маълумот мада бинависонед. برنامه نامه مرا علاهیده نشر کنید. شماره 49 هست که در نامه ها از ناحیه ها شماره 351 درباره ماجرای خانه خیزانی در دهات اطراف بازار کاروان، بزرگترین فروشگاه تاجیکستان، یک نامه ساکنان دهه کروبسکایا را به نشر رسانده بودیم. در آن نامه از نیم بها و نیم نرخ کشیده گرفتن و چپه و ولنگار کردن خانه ها، انبار و آشخانه و مغازه و حوله های این مردم از طرف نورشید سخن می رفت. ادامه ماجرای خانه خیزانی نورشید حالتهای بسیار وحشتناک دارد. نورشید که تکیه بر رستم امام علی می کند، این بار کار را تا حد برای مردم این دهه سخت و سنگین کرده است که تراکتور و بولدوزر آورده خانه های مردم را چپه کرده و کنده، کورپا و گلیم آنها را به کمزها بار کرده برد و باعث به مرگ رساندن چندین ساکن اینجا شد. نورشید روی راست گفته است که کسی فلانم را گرفته و خورده نمیتونه، چون که شاه بچه در پشت من است، یعنی رستم. دالیش را دادم، از دست شما هیچ کاری نمی آید، روید 4 طرفتان قبله. دوام ماجرا را در این نامه این مردم میخواند که به شکل ذیل و اصلاح ارسال نمودند. به نام خداوند بخشنده مهربان، برادر محمد اقبال. شکر که اصلاح است، کار میکند و شکر که شما هستید و عرض و داد مردم را نشر میکنید. این نامه نوبتی شکایت مردم و اهالی قشلاق کروبسکایا نزد بازار کاروان است درباره وضع حال این مردم و به بندوباری زورگویی در بازار کاروان، آشکارا و غیر قانونی مردم را از خانه هایشان محروم کردن. در برنامه 351 نامه ها از ناحیه ها گفته بودیم، اما این نورشید مشرباوی رئیس بازار کاروان ظلم را سخت‌تر کرده ایستاده است. حتی 2 نفر از تأثیر ظلم نورشید مشرباف جان به جان آفرین سپردند. این 2 نفر به قرارهای ناعادلانه نورشید مشرباف تاب نآورده، سکته دل و فشار دولینی شده مردند. سبحان الله. در نزد مسجدی به نام داملا محمد نبی نزد کاروان، خدا داملا را رحمت و مغفرت کند، آدم‌های نورشید مشرباف به خانه 2 نفر آمدند و گفتند خانه اتون در پلان غلطیده است، خانه هایتان را میخیزانیم. اینها راضی شدند، گفتند مبلغ خانه هایمان را برابر با ارزشش پرداخت کنید، ما میخیزیم، هیچ مشکل نیست. اما نورشید مشرباف مبلغ ناچیزی در بهای خانه هایشان گفت. اینها صاحب ملکان از این مبلغی که نورشید برایشان گفت
ناراضگی خود را اظهار نمودند و به نزد نورشید مشربوف آدم فرستادند. این صاحب ملکان آدم عادی نبودند، از امنیت خویش و تبارهایشان را روان کردند به نزد نورشید. نورشید مشربوف برعکس به آنها تهدید کرد و گفت شما آدم فرستادید و شما 3 روز مهلت خانه هایتان را خالی کنید. ولی اینها منتظر بودند که مبلغ خانه هایشان را پرداخت میکنند. بعد 3 روز نورشید مشربوف تراکتور و کماز و بولدوزر در آورده خانه هایشان را تا بگاه با چیز و چارهشان کنده در کماز بار کرده برد و تا بگاه قتلبند خانه هایشان را هم کند. گفت از پی کارتان شوید، شما به سر من آدم آوردید، یگان چیز نمیگیرید. شما میدونید در پشت من کی است؟ رستم امامعلی شاه بچه. این 2 عائله عادی نبودند، از کارمندان دولتی بودند، اما زورشان به رستم امامعلی نمیرسد. حتی شخصانی که در حکومت و در امنیت کار میکنند هیچ قدر در نزد اولاد امامعلی شریفویچ ندارند، چه رسد به ما آدمهای عادی. اکنون در این قسمت نامه درباره سرنوشت شخص سیوم که در خانه اش آشخانه و انبار سلا و اسکلات میگوییم، به نزد این نفر هم آدمهای نورشید مشربوف رئیس بازار کاروان آمدند و همان گپ را به این نفر هم گفتند. خانه شما را میخزانیم، در پلان غلطیده است. این شخص گفت مبلغ خانم و ارزش سلاوی اسکلات هایم را پرداخت کنید، من راضی. اما اینها در جواب به آن شخص گفتند که فقط مساحت کوادرات خانه چی قدر باشد همان قدر خانه میگیرید، تمام، گپی دیگر نیست. اما پول اسکلات، سلاوی، مگزین یا چیزی که داره دیگر نمیگیری. اگر اندازه مساحت خانه 150 متر مربع باشد همان قدر میگیری، خلاص. طبیعی است که این شخص راضی نمیشد. زمینی خانه‌اش 8 ساتیخ بود، اسکلات و مغازه و سلاوی داشت. برای همین با مبلغ پیشنهاد داده نورشید مشربوف راضی نشد. خسرو بچه این نفر در امنیت کار میکرد، با وی مراجعت کرد، گفت با من کمک کن. این امنیتی من از نورشید مشربوف گفت مبلغ خانه یزنه مرا پوره بده. اما بعدی من از نورشید مشربوف رفتن، این امنیتی از کار در امنیت در حال رانده شد با یک زنگی تلفن. بعدا این صاحب ملک تحت فشار شدید نورشید مشربوف قرار گرفت و در مدت 2 ماه از فشار و ظلم نورشید مشربوف جان به جان آفرین سپرد، یعنی از عالم گذشت. این شخص جوان، باور کنید، و شخصی سالم بود. نام و فامیلیش را برایتان می نویسم ولی بگذار نزد شما باقی ماند. برادر محمد اقبال و همین طور از جبر و ظلم نورشید مشربوف 1 نفر را از امنیت از کار راندند، نفر دوم جان به حق سپارید. در اول نورشید مشربوف یک باره منازل زیستی بیش از 100 نفر مردمی افتا سنتر را خزاند. مردم ناراضی شدند و اعتراض خود را بیان کردند. آن وقت رستم امامعلی با نورشید مشربوف رئیس بازار کاروان توصیه و مصلحت داد کار بکن، نورشید مردم را راضی بکن تا که به نزد آفیسی من نبیایند به شهرداری. البته این گپ و حرف بعد نشر نوار 85 یا 86 نامه ها از ناحیه ها بود که در اصلاح آن روزگار نشر شده بود. خیلی کمک کرد، چون که این مردم که بر عوض خانه ها پول ناچیز گرفته بودند 1 بار 100 عائله خست. اما بعد نشر آن نامه در اصلاح همه خوب شد. وقتی 100 عائله ناراضی بودند و 1 بار هم اعتراض و شکایت کردند. خوب دیگر مردم میبینید همه همونانی که پول گرفته ای نورشید فهمیدید که یعنی اصلاح کار کرده است به خاطر شما. پس اصلاح وقتی که رحمانوف یگان آدم تهمت میکنه و زندان میکنه، بفهمید که هدف اصلاح خدمت به مردم است، نه اینکه کسی نامه نوشته است یعنی که برای ما فایده داشته باشد. این فایده برای شما است. وقتی شما از مصیبتاتون می نویسید یعنی منفعت به شما می شود. به همون خاطر نترسید از نوشتن نامه. برای چی؟ برای اینکه رستم در ازارش تر کرد، ولی اکنون از پایان خزاندن خانه ها را سر کردن، یک سیاست نو گرفتن. حاضر باشد 2 عائله میخزانند تا که مردم ناراضگی خود را دست جمعانه بیان نکنند. یعنی رحمانوف قاعده شه و این سیستم ای که 1 نفر میشکنند و میگوی این ما کار نداره ولی بطرا میرسند. به همون خاطر وقتی دیده که 1 نفر خونهش هم تری کردن، خونه ترم خزاندنین، پس تو باید دبری همه همسایت باشی تا اینکه پرابلم نشود. و خوب دیگر در این قضیه مسئله را گفته که یک جویا نشوند، یک دست جمعانه کاری نکنند، در افتا سنتر یکی همه کزن نخیزن گفته با یک جای رستم، یعنی
21 شلقپان گفته. بعد سپارش داد من نورشید مشربوف اگر دو عائله خزانی مبلغ ناچیز دیهی هم دو عائله هیچ چیز نمیگویند برای اینکه مسوی نوروزی نمیشوند. انا همین خیلی ظلم بالای مردم کرده ایستاده است رستم امام علی با همراهی نورشید مشربوف. همین حالا هم ظلم رستم و نورشید مشربوف دوام دارد بالای مردمی کاروان. یک نفر نامش فلانی بگذار نامش نزد اصلاح محفوظ ماند. همه چیزش انبار خانه، عاقل گاوها، انجام خانه و زمینش را گرفتند و راه کردند، اما یک سومش هم ندادند. گفتند که هر وقت خانه ات را میخزانیم بعد حساب و کتاب میکنیم خلاص. یک زن دیگر را نامش اپی ب، خب دیگه نامش نمیگیم، بگذار نامش نزد اصلاح محفوظ ماند. گفتند که خانه در گیم پلان غلطیدگی است، خانه تا میخزانیم و در جای خانه تو راه دولتی میکنیم. این زن گفت پولی خانه ما بتین چیکار میکنین؟ بعد پرداخت پول بکنین، راه میکنین، دام میکنین، دیگر کاری شما. اینها گفتن که دام برداریم بعدن خانه میتیم. این زن گفت من از سکسی شما راضی نیستم، یک رفته و شما بمره دام ساز نکرده ماند، شما را پلیس محکم کند، من در بالاتون شکایت میکنم، پولی خانه من نقد ماند بعد من میخیزم، یعنی من قفوی شما دو کردن نمیستم. هر شب بزنه اپا انا بیته باید باشه، همه پولی خونم رو نقد مونید بعد میخیزم. از بس که این اپا شری نره زنی با غیرت نورشید مشربوف رو وجیل موند و نورشید مشربوف پولا نلی چی داد و این اپا رفت. اپا پولی گفتش گرفت و پول دلخواهش را باور کنید این اپا شری نرست کارش کرد. انا می خیلی باید همه و مانند همین یعنی که زن باشید. ولی همین حالا هم که این مواد را برای شما میفرستیم، ظلم رستم امام علی رئیس دوشنبه و نورشید مشربوف رئیس بازار کاروان بالای مردم کاروان یعنی قشلاق کروبسک دوام دارد. چند پیش کارگران نورشید مشربوف به خانه یک مرد آمدند. کارگران نورشید مشربوف با آن مرد گفتند خانه ات را میخزانیم، اینجا دام میشود. این شخص مثل دیگر آدم های اعتراض و ناراضگی کرد. نورشید با دستور رستم امام علی و با بهانه کلان کردن کاروان خانه های آدم ها را کند و کنده ایستاده است، اما جبران یا ارزش مال و ملک مردم را نپرداخت و نمیپردازد. معلوم است که اینجا هر دوی اینها رستم امام علی و نورشید مشربوف منفعت دارند، چون که بیزنسی دام دارند، خودشان دام میسازند. البته در خاطر داریم که بازار جلجم را خراب کردند، بازار سلطانی کبیر را خراب کردند، زیلیانی را خراب کردند، در جای همه آنها دام بلند آشیانه ها راست کرده ایستادند. بیزنس بر عوض خانه خراب و بیجا و مکان نمودنی اهالی و ساکنان دوشنبه. این واقعا هم یکی از دهشت‌های این عائله است که ملت و مردم باید در این قضیه خوب آگاه باشند. اگر این کارها با منفعت باشد نمی گفتیم با منفعت است. برای عائله جمع کرده ایستادند، چشمشان از پول و مال دنیا سیر نشد. خدا لعنت کند امام علی شریفویچ با این اولاد ترکنش. آمین 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 گوید مردم. چخیلی گفتم به خانه این مرد هم کارگران نورشید مشربوف آمدند و گفتند که خانه‌تون میخیزد با پلان غلطیدگی. این مرد آنها را گفت من راضی نیستم با این نرخی کرده و مبلغ شما میدادگی. آنها رفتند. بعدن زیاد طول نکشید فشار و تهدید سر این مرد سر شد. این مرد را به حد غم دادند و روز این مرد یک ارماتور گرفته اینها را از خانه‌اش راند. جنگ و جنجال سخت شد. این مرد سر خم نکرد. این شخص در گذشته مرد ثروتمند و پولدار بود، مقامدار بود. حالا نصف اولادش جن‌هایش در مقامات کار میکنند ولی فایدهش نکرد. شخصی با سواد و چشمشیر و با مال و ملک و بسیار مرد خاکسار و دست بخیر بود. این مرد در زندگی مردی با غیرت و شجاع و با آبرو بود و در نزد مردم کروبسک احترام زیاد داشت. ولی این همه فشار و تهدیدها عاقبت کارش را کرد و پس این همه دولینی زد، سکته قلبی گرفت و از عالم گذشت. خانه این مرد را هم گرفتند، چون که در جای آن رستم و نورشید مشربوف دامی بلند آشیانه میسازند و میفروشند و بیزنس میکنند و پول کار میکنند. ای خانه تان سوزد تا که این مردم را فشار و زورآوری میکنید. آخر این کار شما درست نیست. الله شما را خوار و ذلیل گرداند. اما از بس که این مرد با غیرت بود، با فشار و تهدیدهای نورشید مشربوف سرخم نکرد، تن نداد تا آخر زد و پول و مال و خانه اش را چند میخواست حساب و کتاب کرد و گرفت. اما عاقبت فشار سخت نورشید مشربوف بالای این مرد، این شخصی با عزت را با کسله فشار دولینی، کسله دیل و کسله خند گرفتار کرد. بعد چند این شخص از دنیا درگذشت. آنچنان میبینیم نورشید مشربوف عین حال در قتل دو شخص عیبدار است و از دست نورشید مشربوف این دو نفر مردند. ان شاء الله در قیامت اصل در نزد سود عالی یعنی پروردگار عالمیان احکم الحاکمین
شکایت میکنه و آنجا تو راه نجات نداری ان شاء الله. در آخر گفتنی هستم که ای رستم امامعلی و نورشید مشربوف بس کنید این همه ستم و ظلم را سر مردم کروبسکایا. امامعلی شریپوویچ رحمانوف در دنیا نبود که پدران و باباهای ما این قشلاقی بشکپه را راست کردند. 90 سال پیش یعنی حاضر کروبسکایا اینجا 90 سال پیش یک دریا بود. اکنون شما آمده زمین مالکیت دولت گفته خودتان را دولت و حکومت راست کرده خانه های آنها را میگیرید و چنان بگدا خیر میکرده باشید یک مبلغ ناچیزی برای ساکنان آباد کرده این مناطق میدهید. امامعلی رحمانوف در این دنیا نبود که این قشلاق بود. گفتی پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو в гробу кармани нету с собой деньги не заберешь. Слушайте, в гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. و در آخر گفتنی هستم که نورشید مشربوف و رستم امامعلی خدا هر دویت را لعنت کند آمین یا رب العالمین. نام این مردی که روز 25 اپریل مرد یعنی دیروز برهان بارانوف بود. برای آنکه کار بازاری نورشید مشربوف رونق گیرد مردم باید از خانه و در میراثی و حق و حلالش محروم بشود، به خانه و در شود و نورشید مشربوف دالیه رستم را داده با این مردم هر چیز دلش بخواهد کرده ایستاده است. کار را تا حد چیگیل و جیغل وکیلت کرده که صاحبان خانه ها تحت این فشار و تهدید و تعدی جان به حق تسلیم کردند. اکنون در نهایت این نامه نورشید فکر نکن که با زوری و با تکیه و پشتیبانی دیگران میتوانی هر کاری را انجام دهی. هیچ قدرت ابدی نیست و هیچ حمایت تا ابد نمیماند. امروز شاید خود را بهتر حس کنی اما فردا وضع میتواند تماما دیگر شود. به این مردم ظلم نکن. آنهایی که امروز زیر فشارت مانده‌اند آدمان عادی هستند با امید، با آرزو و با حق زندگی. اشک و ناله آنها به جواب نمیماند. خداوند دیرگیر و سختگیر است. ظلم عاقبت دارد هم در دنیا و هم در نزد خداوند. با زوری و با تکیه به حمایت منصبداران نمیتوان همیشه بر سر مردم ایستاد. قدرتی که بر ظلم بنا می شود دیر یا زود می افتد. اگر تو امروز خود را پشتی شاه بچه میبینی و گمان میکنی که این پشتیبانی تو را از جوابگری نگاه میدارد اشتباه میکنی. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ حمایت ابدی نیست. یک بار آنچه با پدرت خدا رحمتی خال مشرب پدر این شاه بچه کرد و او را پرالش و آخر الامر کشت. اندیشه کن نورشید، خوب دقت کن، با خود بیاندیش. این همه آه و ناله، این همه درد مردم، این همه اشک مظلومان به اثر نمیماند. آنچه امروز نورشید بر سر دیگران میاری فردا میتواند بر سر خودت برگردد. آنچه امروز در زندگی خودت و خانواده‌ات میگذرد این اشاره است که هر عمل به تاثیر نمیماند. البته نورشید آنچه به خانواده تو میگذرد چی مشکلات در گرفتاری از نگاه خانوادگیت به اصلاح همش رسیده است، اما بگذار عیبی مردان پوشیده میگویند و خودت خوب میدانی دیگر نیاز نیست به آنها را گفتن. با پول و با نفوذ نه همه چیز را حل کردن ممکن است. بعضی چیزها هستند که هر گونه قدرت و از هر گونه اقتدار بالا هست. عدالت، حق و قضای الهی است. فراموش نکن نورشید، روزی میرسد که این حمایه ها نیست میشوند. آن وقت تو میمانی و همین مردم و آنچه بر آنها روا دیده ای. پیش از آن که دیر شود نورشید از ظلم دست کشت و راه عادلانه را انتخاب کن. و رستم امامعلی نیز کمی باید اندیشه کند که آنچه این ظلم های میکند بر نام او نوشته خواهند شد و حتما تاریخ نام او را با سیاهی سیاه و با یک بدی ثبت خواهد کرد. بله بیننده گرامی، امیدواریم همه آنچه میبینید و پس از نشر این نامه می شود آن را نگذارید که تا دیر شود. حتما نتیجه آن را به اصلاح نویسید. البته ما انتظار نامه های شما هستیم. با امید پیروزی در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید تا اینکه به گوش کریم مقامات رحمانوف رسد. با امید پیروزی با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.